آیا میدونید که زندگی ما عیناً مانند نوته‌های موسیقی است؟ عزیزان، حالا هنرمند محبوب، مردمی و خیلی دوست داشتنی ما و شما از اپی لاله عزیز و بسیار خواهش میکنیم که برای ما یک آهنگ غم انگیز نوازید. سپاس معلم جان که یک موسیقی شاد نوازید می‌بود. سپاس معلم جانی عزیز. واقعا زندگی مثل یک موسیقی بزرگ است که هر یکی از ما نوازنده‌اش هستیم. نوته ها آن احساسات، اندیشه ها و عمل های ما می باشند. هر روزی زندگی یک نوته نو است که ما می توانیم آن را با شادی، امید و مهربانی نوازیم یا برعکس با غم و ناامیدی. انتخاب ما است که چگونه موسیقی زندگی خود را ایجاد کنیم. اگر ما عزیزان به دل خود اجازه دهیم که شادی زندگی را احساس کند، نوته های ما موسیقی شاد را می سازند. آن شادی می تواند همه را الهام بخشد و روحی دیگران را نیز بلند کند. اما اگر ما خود را با غم و اندوه سپاریم، موسیقی غمگین را ایجاد می کنیم که دل ما و اطرافیان را فرا می گیرد. همان طوری که موسیقی با انتخاب نوته ها آفریده می شود، زندگی نیز از انتخاب های ما ساخته می شود. بیایید عزیزان کوشش کنیم که موسیقی حیات خود را با شادی و امید آرا دهیم، زیرا هر یک لحظه امکانیت نوی ایجاد کردن یک آهنگی زیبا است. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.